سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. با جلسه آخر، جلسه 48 از دوره آموزش JS سبز لرن هستیم و این جلسه خواستم یکم باهاتون صحبت بکنم، سخنان پایانی، بالاخره از همدیگه خداحافظی بکنیم، در مورد کتابخونه ها، فریم ورک های JS با هم دیگه صحبت بکنیم، استخدام، بازار کار، محبوبیت و غیره. خب اولین مطلبی که میخوام بهتون بگم توی این دوره اون مطالبی هست که گفته نشد. خب ما 48 جلسه با همدیگه بودیم، JS رو از صفر از تعریف متغیر، کامنت گذاری و اینا با همدیگه شروع کردیم. خب تا به اینجا مباحث دام، بام، مقدماتی JS، حلقه های JS، ایجکس و کوکی ها، خب کامل اینا رو بهتون گفتم. خب چیزایی که بهتون گفته نشد، یکیشون شیگراییه. شیگرایی به صورت کامل توی JS هندل نشده، یعنی JS خودش یه زبون شیگرا نیست. خب وقتی که آپدیت شد و اکما اسکریپت 6 سال 2015 اومد بیرون، خب شیگرایی به JS اضافه شد. پس داخل خود JS شیگرایی وجود نداره، وجود داره ولی خب به صورت کامل نیست، به صورت تابع هست، توابع سازنده بهشون میگن، کانسترکتور فانکشن. خب توی این دوره من شیگرایی رو بهتون نگفتم، اونم ادمین سایت بهمون گفته بودن که آقا اینو توی دوره نگو، بمونه دانشجوهای دوره توی اکما اسکریپت اینو یاد میگیرن. خب و سردرگم نشن، چون واقعا یکم زمان بره شیگرایی و یا خیلی کلاس، آبجکت، ارثبری و ایمپلمنت و غیره اینا رو داره. پس این از این. خب بعدش جیسون رو نگفتم، XML رو نگفتم، بعدش مپ، فیلتر، جون، یه سری متدهای جزئی JS رو هم نگفتم. واسه اینکه اینا رو کامل یاد بگیریم و تا 100 JS رو بلد باشیم، براتون الان منبع معرفی میکنم. اول دوره هم گفتم توی جلسه اول این دوره 0 تا 99 واقعا هم از 0 تا 99 بود و پروژه هامون هم واقعا خیلی خوب و جذاب بودن و سعی کردم چون JS خودش یه زبونیه که برای فرانت استفاده میشه، یه پروژه های برای دیزاین سایت زدم براتون. خب منابعی که واسه JS خیلی خوبه، یکیشون سایت javascript.info هستش. مثلا من میخوام اینجا مثلا جیسون رو یاد بگیرم، میام اینجا سرچ میکنم جیسون. خب اینجا چیا سرچ کردم، میام اینجا سرچ میکنم جیسون. اوکی دوستان، برام اینجا میاره جیسون، برام متدهاشو میاره، فچ و غیره. خب برام کامل میاره که جیسون چی است. اینجا میتونیم بیاین داخل کداش و کامل یاد بگیرین. خب این یک سایت خیلی خوب برای یادگیری جیسون. جیسون یک فرمتی برای نگهداری اطلاعات. اوکی. یک منبع دیگه خیلی خوب برای یادگیری JS سایت developer.mozilla. خب هر سرفصلی، هر مطلبی که میخواین یاد بگیرین، میان اینجا سرچ میکنین. خب مثلا جیسون یا مثلا شیگرایی، OOP یا هر چی. خب اینجا براتون میاره چه متدهایی داره، چه پروپرتی یا هر چی. جیسون چیه، جیسون.parse، جیسون body.json و غیره. میبینین تو جیسون پایین بود اینهاش url.toJSON. خب میتونیم بیاین از این دوتا منبع، حالا اینم اینجا هست، فری کد کمپ، این سه تا منبع خیلی خوبن برای یادگیری JS. خب این سه تا منبعی که اینجا بهتون گفتم از سایت W3 Schools خیلی کامل ترن. W3 Schools برای JS کامل نیست. خب نمیگم چیزایی رو اشتباه گفتم، نه اشتباهی توش وجود نداره، ولی خب کامل نیست. خب سرفصلاش برای JS کامل نیست. خب این از این چیزایی که توی دوره گفته نشده و میتونیم بیاین از این سه تا منبع به خوبی یاد بگیریم. حالا اینا من بیام اینجا ببندمشون. گفته بودم توی دوره براتون حداقل 10 تا پروژه میزنم. خب ولی خب زمان ما رو یاری نکرد و اومدم 7 تا براتون پروژه زدم. پروژه هامون اینا بودن، درسته؟ پروژه اولمون، اینو بیام باز بکنم اینجا. پروژه اولمون یه همچین پروژه‌ای بود. میومدیم اینجا بین مخاطبینمون سرچ میکردیم، میگفتیم مثلا امین، میبینیم برام اینجا امین میمونه، بقیه کلا مخفی میشن. خب با دیسپلی نان. خب یا مثلا میام اینجا اینو باز میکنم، میخوام بین بیا سرچ بکنم، میگم بهنام. میبینیم این پروژه اولمون بود که خیلی کاربردیه، توی سایت میتونین برای سرچ استفاده بکنین. این یک نوع تودو لیست خیلی ساده ای هست. خب که اینجا هم میتونین لیستایی که دارین رو پاک بکنین.
اگه فالس باشه پاک نمیشه، اگه ترو باشه این کلا پاک میشه. میتونین اینجا بیان یک لیست دیگه، یک آیتم دیگه برای لیستتون اضافه بکنین. به این ترتیب میبینین این هم از این پروژهمون. اینجا میتونین یک باکس هم واسه خودتون بذارین و مثل پروژه اولمون براش سرچ بنویسین که اونجا هر چی سرچ میشه اگه یکی از اینا بود بقیه‌اشون مخفی بشه. خب حالا این ابتکاری که خودتون میتونین به خرج بدین. این یک از پروژه همون بود که اینجا مثلا من می‌نویسم 12 میاد برام تبدیلش میکنه به گرم و کیلوگرم مالا فلان. خب حالا این یه واحدی بود، به نظرم اینو همینجوری نوشتیم توی جلسه پروژه سوممون. پروژه چهارممون چی بود؟ چرا این برام بالا نمیاد؟ میام پروژه 4 این 4 5 اینجا نوشتم. دو تا اسلاید رو اومدیم با هم دیگه طراحی کردیم. درسته این بدون اینکه کاربر دست بزنه خودش اسلایدی میشه. خب با ست اینترول اینو نوشتیم و وقتی هم به آخری میرسه میاد دوباره از اول شروع میکنه. اسلایدر دوممون هم یه همچین چیزی بود. خب اینجا دکمه هم داشت. عکسم یکم سنگینه، این عکس یکم دیر لود میشه، کرونا ویروس. خب به این ترتیب هم از اسلایدر دوممون بود. واسه اینم بخواین یکم ابتکار به خرج بدین میتونیم بیان اینجا 3 تا دکمه بذاریم و واسه اولی عکس اولی ظاهری بشه. خب مثلا آی بشه 1، وقتی روی دومی کلیک میشه آی بشه 2. خب به این ترتیب و عکس دوم بهم نشون داده بشه. پروژه ششممون چی بود؟ یه همچین چیزی بود، همین جلسه پیش اومدیم اینو پیاده سازی کردیم. اینم خیلی شیک و جذاب بود و به یادگیریتون خیلی کمک میکنه مسلما. خب اومدیم از ایونت کلاینت X و کلاینت Y رو گرفتیم و یه همچین چیزی اومدیم با هم دیگه ساختیم. خب ببینیم اینجا پروژه هفتم من آماده کرده بودم براتون، اون چیه؟ میام اینجا پروژه هفتم ببینم چی هستش. هیچی نیست. خب من براتون یه سری چیزا آماده کرده بودم که بزنم، همون که گفته بودم حداقل 10 تا میزنم. آماده کرده بودم واقعا 10 تا رو. اینجا میام میگم پروژکت 1. پروژکت 1 ببینین این یه سایتیه. چرا من آورده اینجا لوکال هاست؟ بیام اینجا روی لوکال هاست خودم. اینجا پوشه‌ای است به نام پروژکت 1. خب ببینین این سایت یه سایتیه تک صفحه‌ایه. می‌بینین چه انیمیشن‌های خوبی داره. خب من این سایت رو هم می‌خواستم براتون طراحی بکنم، می‌خواستم اینو هم براتون بگم از چه پلاگینایی استفاده میشه. خب مثلا وقتی اسکرول من میاد اینجا اینو شروع میکنم به پر شدن. مثلا وقتی من اسکرولم میاد اینجا اینو شروع میکنم به پر شدن و شمرده شدن. خب مثلا اینجا اومدم یه دونه یه همچین اینپوت تایپ رنج درست کردم. اینجا میخواستم همین سایت هم براتون طراحی بکنم ولی خب دیدم دیگه مدت زمان دوره خیلی میره بالا. مثلا بخواین اینو طراحی بکنین میاین اسکرول داکیومنت رو میگیرین و میگین که زمانی که ایف خب اسکرول من مثلا 500 تا بود بیا اینا رو داخل ست اینترول تا 95 پیش ببر. مثلا این تا 100 پیش بره. خب یا مثلا اینا میگین زمانی که اسکرول من مثلا به اینجا میرسه میشه 900 بیا اینا رو از صفر توی هر میلی ثانیه یکی بهش اضافه بکن تا مثلا اینجا 600 اینجا مثلا تا 400. خب اینا که اینجا مثلا نوشته میشه پاک میشه این با پلاگین انجام میشه. توی این دوره با پلاگین ها کار نکردیم، ان شاءالله توی دوره های بعدی توی یه دوره دیگه به عنوان مثلا پلاگین های جی کوئری یا مثلا جی اس میام اینا رو با هم دیگه کار میکنیم ان شاءالله. این هم پلاگینه که اینجوری میاد عکسش برگردون نمیشه. یا مثلا وقتی اسکرول میکنم المانام برام میبینیم با افکت ظاهری میشن. اینا همشون پلاگینه. خب میتونین از همچین چیزایی هم توی سایتاتون استفاده بکنین. خیلی براتون مفید، خیلی سایت رو شیک میکنه و کاربر پسند میکنه. خب این از این موضوع دوستان. بریم سراغ کتابخونه ها و فریم ورک های JS. اگه نمیدونین تفاوت فریم ورک و JS تفاوت فریم ورک و کتابخونه چی هستش بیاین داخل سبز لرن یه دوره آماده کردم براتون با عنوان اصطلاحات مقدماتی وب. اونجا گفتم که فریم ورک چیه، پلاگین چیه، کتابخونه چیه، هاست چیه، سرور چیه. خب اونجا کامل اینا رو بهتون گفتم. این از این. بعد از اینکه شما JS رو یاد گرفتین خب باید سراغ چی برین؟ اگه شما میخواین فقط فرانت اند کارو بکنین ببینین اول HTML بعد CSS. خب HTML CSS Bootstrap UI UX SAS
یکم فتوشاپ باید کار بکنین، بعدش جاوا اسکریپت، جی کوئری، بعد یکی از کتابخونه یا فریم ورک های ویو جی اس، انگولار جی اس و ریاکت جی اس. خب یکی از این سه تا رو باید کار بکنین. این مسیر فرانته. البته اگه میخواین فقط فرانت کار بکنین، خب مثلا بعضی از دوستان ممکنه فقط بخواند فقط بک اند کار بکنن، دیگه اونا نیازی به فتوشاپ و یو آی یو ایکس اصلا ندارن. خب یا مثلا نیازی به ساس ندارن. خب ولی اونایی که میخوان فقط فرانت کار بکنن یا جفتشو کار بکنن، اول باید فرانت رو تکمیل بکنن. گفتم HTML، CSS، بوتسترپ، ساس، UI UX، فتوشاپ، JSG کوری و یکی از کتابخونه یا فریم ورک های ویو، انگولار و ریاکت جی اس. این هم از اون دوره‌ای که بهتون گفتم، سکوی پرتاب ورود به دنیای طراحی وب. اوکی، این از این. حالا بین این سه تا ویو، انگولار و ریاکت کدوم انتخاب بکنیم؟ کدوم یکی بازار کار داره، کدوم یکی حجم کدش کمتره، کدوم یکی گسترش پذیرتره، کدوم یکی مثلا محبوب تره؟ خب به این ترتیب. ببین دوستان، این داکیومنت خود ویو هستش، ویو جی اس. خب ویو بین انگولار و ریاکت و ویو راحت ترینشون ویوه. خب هم حجم کدش خیلی خیلی پایینه، حجم کتابخونه‌اش به نظرم 30 کیلوبایت، به نظرم دقیق نمیدونم، فکر کنم 30 کیلوبایت بود، 20 کیلوبایت بود، بین 20 و 30 به نظرم. خب از انگولار و ریاکت خیلی خیلی سبک‌تره. خب یعنی روی سرعت لود پروژهتون زیاد تأثیری نمیذاره. خب ما بخوایم این ستا رو بنا به سرعت یادگیری با هم دیگه مقایسه بکنیم. خب ویو جی اس از جفتشون هم سرعت یادگیریش بیشتره. خب یعنی راحت تره ویو جی اس، بعدش ریاکت جی اس راحت تره، بعدش انگولار که از این دوتا سخت تره. خب اگه من بخوام این ستا رو بنا به معیار توسعه پذیری اپلیکیشن هایی که با اینا نوشته میشن مقایسه بکنم، انگولار جی اس، ریاکت جی اس، ویو جی اس، ترتیب برام برعکس شد. خب انگولار خیلی قدرتمنده، خب واسه پروژه‌های خیلی خیلی گنده، خیلی بزرگ استفاده میشه. خب توسعه پذیری اپلیکیشن هایی که با انگولار نوشته میشن خیلی بیشتر از ریاکت و ویو هستش. اوکی دوستان، ابزارهای فریم ورک یکی هستن میشه گفت. خب ولی خب انگولار یکم از این دوتا قدرتمند تره. من بخوام اینا رو توسط مثلا محبوبیتشون مقایسه بکنم، ریاکت جی اس از جفتشون محبوب تره. خب و بازار کار ریاکت توی ایران، توی کشور خودمون، از ویو و انگولار بیشتره. پس چی شد؟ بازار کار ریاکت از ویو و انگولار خیلی خیلی بیشتره توی ایران. خب بعد از ویو بعد از ریاکت میتونم بگم ویو از انگولار محبوب تره. خب و شرکت هم دنبال ویو میگردن، ولی خب انگولار توی ایران بازار کارش خیلی خیلی کم تره. نمیگم مثلا بخواین خودتون یه استارتاپ بالا بیارین اون وقت برین مثلا انگولار یاد بگیرین و پروژهتون هم خیلی خیلی گنده باشه. خب ریاکت یکم سریعتر از انگولار و ویو جی اس هستش، پشتیبانی فریم ورک ها اینا. خب پشتیبان انگولار گوگل، به نظرم ریاکت از فیسبوک اومده، یعنی فیسبوک اینو ارائه داده. خب اگه شما ریاکت هم یاد بگیرین توی آینده میتونین با ریاکت نیتیو خب سمت اندروید و آی او اس هم برین، یعنی با ریاکت نیتیو هم اپ های اندروید بنویسین و هم اپ های آی او اس. شما یک کد رو میایین داخل ریاکت نیتیو مینویسین، خب و همون کد یه خروجی APK یا همون اندروید بهتون میده و یه خروجی آی او اس بهتون میده. اگه بخوایم این ستا رو بنا به معیار سادگی و حجم کدهاشون براتون مقایسه بکنم، بازم ویو جی اس، ریاکت، انگولار جی اس. اوکی، اینا رو مثلا دیولپمنت تایم، مثلا چقدر طول میکشه آدم با اینا مثلا یه سایت رو بالا بیاره. خب بخوام با همشون یه سایت رو بالا بیاریم، ویو از همشون سریعتره، میتونیم باش سایت بالا بیاریم. خب چرا؟ چون خیلی ساده است، هم یادگیریش هم کداش. خب اولش ویو، بعد ریاکت، بعد بازم انگولار. سایز لود شدن فریم ورک ها یا همون کتابخونه ها، خب اول بازم ویو جی اس، ریاکت، بعد انگولار. خب حالا مثلا بخوایم از اینا یه نتیجه گیری کوچیک بکنیم، خب بازار کار ویو از انگولار از ریاکت کمتره، ریاکت بازار کارش از ویو و انگولار خیلی خیلی بیشتره. خب و اگه مثلا میخواین فریلنسری کار بکنین، ویو و ریاکت رو انتخاب بکنین، چون واسه بازار انگولار کلا توی شرکت هم کار خیلی کم، چه برسه به فریلنسری. خب
اگه مثلا میخواین از خودتون تیم تشکیل بدین، کمپانی بزرگ دارین، اینا پیشنهاد میکنم برین سمت انگولار. اوکی. چیزی که ریاکت رو یکم سخت کرده سینتکس JSX شه. این دوستان ما تا اینجا خب فقط HTML CSS و JS کار کردیم، درسته؟ من بیام اینجا ببینم یه سینتکس JSX اینجا وجود داره یا نه. اینجا بله هست. ببینین توی HTML تگ های مخصوص وجود داره. خب مثلا من نمیتونم بیام بگم تگ مثلا اسمایل، مثلا تگ مثلا npm. خب باید از تگای خود HTML استفاده بکنم، تگ div h3 h2 h1 div form input، خب head body HTML. فقط از تگ هایی که خود HTML واسه من داده فقط میتونم از اون استفاده بکنم. خب XML یه چیزی هستش که من خودم میتونم هر تگی که میخوام استفاده بکنم. الان این تگ اینجا تگ تودو لیسته. خب این تگ تودو لیست XML و داخل ریاکت XML هم استفاده میشه. میایم کدای HTML داخل JS مینویسیم. خب میشه سینتکس JSX یا همون جاوا اسکریپت XML. اوکی، این یکم اینو سختش کرده. سخت هم نیست اگه علاقه داشته باشین، اگه با حوصله یاد بگیرین خیلی هم براتون جذاب و شیرین و راحت میشه. ببینم اینجا کار میکنه کداش. بله این همین پروژه است که ما زده بودیم، یکی از پروژه همون همین بود. اومدیم تو دو لیستی همون آیتم با هم دیگه زدیم، آیتم ها پاک میشدن. این هم دقیقا همونه، ولی اینجا اومدم با ریاکت اینو ساختم. این چقدر کد داره به این ترتیب. این از ریاکت دوستان. ریاکت کلا کامپوننت بیسه. ببینین کامپوننت بیس. خب این یعنی چی؟ مثلا ببین اینجا اومده گفته من یک کلاس دارم به نام هلو مسیج. خب این یه کامپوننت، یه بخشی از سایته. ریاکت میاد بخش‌های مختلف سایت رو تقسیم میکنه به تیکه‌های کوچیک. خب مثلا نوبار سایت میشه یه تیکه، میشه یه کامپوننت. خب مثلا هر سکشن از سایت میشه یه کامپوننت. مثلا میاد اینجا فوتر سایت میشه یه کامپوننت. اوکی. الان ببینین اینجا این تو دو لیست یه دونه کامپوننته. اوکی دوستان، اینجا تو دو لیست یه دونه کامپوننته که جای تعریف شده. ببینین کلاس تو دو لیست. اوکی، این همین اینه. خب مثلا میام اینجا، مثلا اینجا ببینین هلو مسیج، این همون این کامپوننته. این دقیقاً میاد چیکار میکنه؟ ببینین حالا این دوره ریاکت نیست، من میام اینجوری جدی دارم توضیح میدم، ولی خب میخوام بدونین اینا چی هستن. ببینین اینجا اومده گفته کلاس هلو مسیج اکستند بشه از react.components. اوکی .component. من هر کجا که از تگ هلو مسیج استفاده بکنم، هر کجا که داخل داکیومنتم هلو مسیج بنویسم تگش رو، خب اینجا برام به جاش اینو میاره مینویسه. این دقیقاً اینه. خب ولی به شکل یک کامپوننت ایجاد شده. هم ویو کامپوننت داره، هم ریاکت کامپوننت داره، هم انگولار میتونیم توش از کامپوننت ها استفاده بکنیم. اوکی دوستان، حالا میام اینجا. پس این شد یه دونه کامپوننت. الان اینجا هلو مسیج یه دونه کامپوننته و هر کجا که من اینو صدا بزنم به این شکل میاد برام اینو ریترن میکنه، اینو برام برمیگردونه. خب به این ترتیب. این از سینتکس حالا ریاکت میتونم بگم. اینو کلا از اینجا میام در میام از اینجا. خب بیام سینتکس یکم انگولار با هم دیگه بررسی بکنیم. ببین دوستان، انگولار دیرکتیو داره. خب یعنی یه سری اتریبیوت ها به تگامون اضافه میکنه. خب ببینین اینجا مثلا گفته ng4. یعنی چی؟ فور یه حلقه است، درسته؟ توی JS ما فور رو یکی از حلقه های فورمون شناختیم، درسته؟ خب اینجا اومده میگه ng4 یعنی میگه این تکرار بشه. یه متغیر دارم به نام پروداکت از پروداکتس، این یه آرای است. خب میگه به ازای هر کدوم از ایندکس های آرای پروداکت بیا این دایوم رو واسه من فور بکن، تکرار بکن. اوکی، میاد این کد میشه خروجیش همین کد. میبینین خیلی ساده. میبینین اصلا کد چقدر اینجا راحت شده. نه مثلا من اومدم داخلش کد JS نوشتم، نه چیزی، داخل خود همین HTML اومدم کد انگولار نوشتم. ng4 داره، ng if داره، ng show داره، ng repeat داره. خب دوستان به این ترتیب. من کجا اومدم؟ میام توی داکیومنتش دوباره. خب
این از سینتکس خیلی مختصر بگم، سینتکس انگولار. خب ولی خب فقط همین نیست که فقط چند تا دیرکتیو باشه، انجی شو باشه، فلان باشه. خب اینجا فقط بهشون یه اشاره میکنم که باشون آشنایی داشته باشین. بیام داخل Vue.js. ویو خیلی راحته دوستان، خیلی راحته. ببینین من هر کجا بخوام مثلا از ویو استفاده بکنم، باید بیام اینجا یه دونه از ویو شی بسازم، یه نیو بکنم، یه چیزی رو از این ویو خودم. خب میگم وریبل اپ نیو ویو. خب میام داخل ویو هر چی که نیاز داشته باشم من میام اینجا مینویسمش. خب الان این اطلاعات داخل این اپ باید کجای HTML هم باید استفاده بشه. ببینید میگم el یا اون element ID اپ، اینجا میام بهش میگم ID اپ. خب الان من داخل همین دایو، داخل محدوده همین دایو که بهش ID اپ دادم، میتونم از این اطلاعات استفاده بکنم. خب اینجا مثلا من میام اینجا میگم دیتایی که من میتونم اینجا داخل آیدی اپ استفاده بکنم، یکیش مسیجه، متغیر مسیج مقدارش برابر باشه با این. الان من میتونم بیام داخل این اپ، این دیویژن خودم، از این استفاده بکنم. اوکی دوستان، به این ترتیب. مثلا من بخوام 10 تا دایو داشته باشم، مثلا محتوای هر کدومشون تفاوت داشته باشه، میتونم بیام برای هر کدومشون یه دونه از ویو آبجکت بسازم. خب ویو خیلی راحت کرده کارو، خیلی مثلا حتی واسه رویدادها، مخصوصا واسه رویدادها میتونم بگم. بیام پایینتر ببینم اینجا چیزی وجود داره. مثلا ببینین اینجا مثلا اومده گفته اینا که حلقه است، اگه رویداد رو بتونم براتون پیدا بکنم خوب میشه. ببینم اینجا هست یا نه. این ایونت هندلینگ، اینجا مثلا ببینین میام اینجا میگم وی داش آن کلیک، یعنی میگم زمانی که روی این کلیک شد بیاد این کار مثلا برام انجام بده. بیام خیلی پایینتر، مثلا به جای اون وی که اینجا میذاریم مثلا وی داش، خب میتونیم به جاش از ادساین هم استفاده بکنیم. بیام پایینتر، اینجا به نظرم ادساین رو نوشته بود قبلا، اگه بتونم پیداش بکنم خیلی خوب میشه. یکم بگردیم، نیست، شاید توی صفحه دیگه باشه. خب ببینین مثلا من میتونم بیام خودم اینجا بگم مثلا زمانی که کاربرم دکمه کنترل رو از کیبوردش فشار داد، خب مثلا دات آلت، میام اینجا مثلا میگم کی آپ دات آلت دات 67، این کد از کیشه. خب دیگه نمیام توی جی اس بنویسم ایونت دات کی کد مساوی با 67. خب میام داخل خود همین تگم اینا رو بررسیشون میکنم. اوکی دوستان، این از 3 تا ویو و جی اس، ویو و انگولار و ریاکت که هم سینتاکسشون رو براتون معرفی کردم. خب من خودم بخوام بین این 3 تا یکی رو انتخاب بکنم، ویو رو انتخاب میکنم و شروع میکنم به یادگیری. خب ویو بین این 3 تا از همه سبکتر و آسان‌تره واسه یادگیری، واسه توسعه. خب جامعه برنامه‌نویسیش هم خوبه و اینکه مخصوصا واسه با لاراول خیلی مچه. خب خیلی با هم دیگه جور هستن. خب مثلا برنامه‌نویسی که لاراول کار میکنه و میخواد یکی از این 3 تا رو کار بکنه، قطعا میره سمت ویو. خب بازار کارش هم توی ایران خوبه، ولی خب گفتم ریاکت بازار کارش از بقیه‌شون خیلی بهتره. حتی خیلی جاها واسه اندروید هم ریاکت نیتیو میخوان، خب که پیش نیازش ریاکته. انگولار از جفتشون هم سنگین‌تر، قوی‌تره، ولی خب توی ایران بازار کار نداره. جامعه برنامه‌نویسیش بد نیست، خوبه و چون گوگل پشتشه داره پیشرفتم میکنه. خب با PHP هماهنگ نیست، مچ کردنش با PHP یکم سخته. همین توضیحاتی که به ذهنم میرسید بهتون بگم در مورد این 3 تا همینه. خب و الان مثلا شما اومدین توی این دوره جی اس رو یاد گرفتیم، بعدش باید چیکار بکنین؟ خب به نظرم بعد از این دوره برید سمت جی کوئری. اگه بوتسترپ بلدین برید سمت جی کوئری، اگه بوتسترپ بلد نیستین اول برید سمت بوتسترپ، اونو کامل یاد بگیرین. خب و بعد از بوتسترپ برید سمت جی کوئری. دوستان جی کوئری کتابخونه از جی اس هستش. خب ممکنه خیلی بگن منسوخ شده، ممکنه خیلی بگن از کار افتاده، ولی این کتابخونه خیلی پلاگین‌های مختلفی داره، خیلی کاربرد داره، خیلی جا استفاده میشه. خب
اصلا خیلی سینتکس جی اس رو راحت کرده واسه ما. من بیام اینجا فکر کنم جلسه اول دوره هم اگه یادم باشه از همین سایت براتون مثال زدم، یکی از پلاگیناش که اینجا استفاده میشه. خب حتی من داخل اون سایتی که دیدین براتون اول باز کردم روشون میرفتم، مثلا میومدن المانا برگشت داده میشدن، توی اونم از جی کوری استفاده شده. میام اینجا ببینین وقتی من میام به عنوان کاربر روی این موسم میارم، میبینین این از پلاگینای جی کوریه. خب پس توی گروه های تلگرامی لطفاً هر کی مثلا میگه منسوخه یاد نگیریم برید سمت ویو اینا رو ویل بکنین جی کوری، نه. الان که شما جی اس رو بلدین، خب یادگیری جی کوری براتون یه هفته بیشتر طول نمیکشه. خب واقعا خیلی راحته، خیلی سینتکس راحت و جذابی داره، خیلی هم آسونه. خب اول برید سمت جی کوری، بعد پلاگیناش رو یاد بگیرید. بازم میگم یادگیریش توی یه هفته براتون تموم میشه. بخواید یکم تمرین بکنین، دنبال پلاگیناش باشین، پلاگین نویسی توی جی کوری رو یاد بگیرین، میشه 10 روز 15 روز کلش. خب ولی خب از جی کوری همینجوری گذر نکنین و حتما یاد بگیرین. بعد از جی کوری برید سمت اکما اسکریپت. خب اکما اسکریپت چیه؟ اکما اسکریپت ورژن آپدیت جاوا اسکریپته. خب جاوا اسکریپت همون اکما اسکریپت 5. خب اومده آپدیت شده اکما اسکریپت 6. بعد اومده دوباره آپدیت داده، اکما اسکریپت 7 رو آپدیت داده اومده بیرون. خب و فکر کنم آخرین آپدیتش هم اکما اسکریپت 8. اوکی من دیگه با اینجا بازی نکنم، هی من این ور اون ورش میکنم. خب پس شد الان بعد از جی اس برید سمت جی کوری، بعد سمت اکما اسکریپت. اکما اسکریپت یه سری چیزای جدید و بهتری رو به جی اس اضافه کرده. مثلا شما داخل جی اس میخواستین تابع تعریف بکنین، این میومدین مینوشتین فانکشن، اسم تابع، پرانتز، آکولاد و غیره. خب شما توی اکما اسکریپت میتونین توی یک خط تابعتون رو تعریف بکنین، توی یک خط بهشون میگن ارو فانکشن. خب سینتکس اسپریت بهش اضافه شده، سینتکس رست بهش اضافه شده و خیلی چیزای دیگه که واقعا حجم کد رو کمتر میکنه و سرعت کد نویسی میبره بالاتر. خب بعد از اکما اسکریپت 6 7 8 که این سه تاشو با هم دیگه یاد گرفتین، اینا هم دور و بر یه ماه طول میکشه این سه تا رو با هم دیگه یاد بگیرین. خب بیشترین چیزی که به جی اس اضافه شد توی همون ای اس یا همون اکما اسکریپت 6 اضافه شده. خب این جی اس که ما توی این دوره یاد گرفتیم اکما اسکریپت 5 بوده. اوکی بعد از اینکه ای اس ها رو هم یاد گرفتین، برید سمت یکی از این کتابخونه و فریم ورک های ویو ریاکت و انگولار و بنا به اون معیارهایی که من بهتون گفتم و اینا رو با هم دیگه مقایسهشون کردم، بنا به معیارهای خودتون یکشو انتخاب بکنین و نوش جونتون. امیدوارم این دوره براتون مفید بوده باشه دوستان. دیگه من زیاد پرحرفی نکنم، شد نیم ساعت این جلسه. امیدوارم این دوره براتون مفید بوده باشه. هر کجا مشکلی داخل جی اس توی برنامه نویسی یا مثلا هر جای خب داشتین، میتونین توی تلگرام با این آیدی با من در ارتباط باشین. تلگرام آیدی امین خوی 78. این آیدی منه توی تلگرام. اگه مشورتی نیاز داشتین در مورد آینده برنامه‌نویسیتون، استخدامتون، استارتاپ، تشکیل تیم یا هر چی، این جلسه دیگه زیاد شد، واقعا من نتونستم همه چی رو جا بدم اینجا. خب ولی خب همین چیزایی که گفتم هم مفید امیدوارم باشه براتون. این از این دوستان و در آینده در نظر داریم که یه سایتی به نام usercode.ir بالا بیاریم. خب و توی این سایت هم آموزش‌های خیلی خیلی مفید و رایگانی رو براتون آماده سازی میکنیم و بهتون ارائه میدیم. امیدوارم از دوره راضی بوده باشین و لطفاً بعد از اینکه دوره رو دیدین توی بخش نظرات دوره جی اس نظر خودتون رو ثبت بکنین. هرچی انتقادی پیشنهادی داشتین به همون بگین، بررسی میشه، دوره ها بهتر از این هم میشن. امیدوارم از بنده هم راضی بوده باشین. تا یه دوره دیگه و یه یادگیری دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم دوستان. همیشه در حال یادگیری باشین. خدا نگهدار.